در مجموع سال 2016 برای خود من سالی خوب و سالی با برار بود. اگرچند یگان حادثه های خیلی مهم هم نبود، اما در مجموع برای من سال با موفقیت بود. من بیشتر الان با کار علمی مشغول هستم و آمادگی دارم که رساله دکتری ما دفاع کنم، یعنی بعضی چیزها در این زمینه برام میسر شد که آماده کنم. برای جامعه تاجیکستان فکر میکنم که سال بود که نشانه های یعنی آهسته آهسته از یک شوک اقتصادی یا که از یک بحران اقتصادی بیرون شدن جامعه علیه نشانه ها ظاهر شده ایستاده است. چون که سال 2015 و قسمی از سال جاری سال بودن که جامعه خیلی یک در حالت پریشانی و در حالت مضطرب بود، اما آخرهای سال نشانه های آن رسیده ایستاده است که علیه جامعه آماده شده است که از این حالت بحرانی آهسته آهسته بیرون شود. سال 2016 به اندیشه من در تاریخ 25 سال بیشتر دوران استقلال دشوارترین سال بود. به کلام خاطر به آن خاطر که بحران اقتصادی نهایت نشان داد که به واسطه اخبار عامه هم تاثیر کرده است و از بین رفتن چندین رسانه ها به این گواهی میدهد به بهانه مشکل اقتصادی. همچنین در سالی که گذشت از تاجیکستان هم فرار مغزها آنهایی که برای ادبیات یا ژورنالیستیک تاجیک می توانستند نقش گذارند آغاز شد و این رقم علاقه به ده ها می رسد. فکر میکنم در سال 2017 هم یگان امیدی خوشحال کننده هم نیست و این روند ادامه می یابد و می تواند سال 2017 باقی مانده رسانه‌های مستقل را از بین ببرد. برای همین هم فکر میکنم یک گونه خواندن باب نبرآمدن موادهای ژورنالیستی، یک گونه دلخنک شدن ژورنالیستان از ساحه انتخاب کردهشان هم سبب همین است. سبب همین روز به روز ماه به ماه بدتر شدن شرایط رسانه‌های مستقل کشور، علل خصوص رسانه‌های چاپی کشور است.